سلام و خسته نباشید حضور همه شما خوبان. امیدوارم در هر کجایی از جهان که هستید جور و صحتمند باشید. عید همه شما خوبان مبارک باشد. امروز در مسجد امی نبوی مسلمانان جهان که خوشبختانه تعداد زیادشان افغانان هستند کنار هم جمع آمدند تا ادای نماز عید قربان کنند. تا آخر گزارش با ما باشید. سلام هموطنان عزیز، عیدتان مبارک. عیدتان مبارک. وطندارای عزیز، افغانای عزیز در افغانستان، عید سعید تا مبارک. عید خوب و خوشی در کنار فامیل داشته باشید. هموطنان عزیز، ایام خجسته عید را برای همه شما و کافه امت مسلمه تبریک و تهنیت عرض می دارم. امیدوار هستم که ایام خوب و خوش داشته باشین و در این روز مبارک دعا میکنیم که افغانستان به طرف آزادی، آبادی و پیشرفت و آرامی سوق پیدا کند. ایام بکامتان، هر روزتان عید. ممنون. عیدتان مبارک. عیدتان مبارک. دوستان عزیز سلام. عید قربان را قربان گفته براتان تبریک میگم. هر جا باشین خوش و آرام و کامیاب و سرفراز باشین. اگر داخل کشور هستین، از کشور بیرون هستین، در هر جا که هستین، عید براتان از صمیم قلب تبریک میگم و از طریق شما با فامیل محترمتان. قدرمن دوستان و زما عزیزانو د لوی اختر مبارکی د زړه له کومې تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو دا مسجد نبوي دی، په دغه مسجد کې ټول افغانان ټول مسلمین همدغلته راځي او دلته درې لمونځونه کېږي. درې لمونځونه د اختر اول څلور لمونځونه، څلور هغې ځای اشاره وکړو چې څلور لمونځونه یعنی 4 نمازی دیگه خوانده میشه. شکر الحمدلله. بالکل دیگه نام خدا نفوذ افغانات دیگه بسیار زیاد شده که تو میفهمی که در کوچه بودی افغان سنگ بالا که 4 دانه افغان خواهد، کلو خبالا که 5 دانه افغان خواهد. این تو کشور نیست که افغان نباشه. خوش و آرام باشید، کامیاب و سرفراز باشید. همراه فامیلتان دسترخوانتان تو فکسی کمپنی مگر یک گفت نگفته نمانه فکر کنم که عید قربان است. به عید قربان گوشت زیاد نخوری که این دکتر به هیچ چپاخانه میکری نمیته. خوش و آرام باشید. قربانتان. ای وزیسی زود میگذرد عمر که دوران لالا. عیدی تو و عید ما مبارک باشه، این صبح نوید ما مبارک باشه.